طربخانه بورک با درود سپاس مزه پسندان را پذیرایی میکند. این همه مدت با پیشنهاد لذیذترین انواع غذا، خدمت رسانی عالی درجه، ما باوری شما را به دست آوردیم. از این به بعد باز هم لذیذتر و بالاتر و زیباتر. بورک، فضای کاملا دوستانه. تلفن برای فرمایش 99 999 2008. درود به همگی. نگفته هاست، مطمئنم که خوبید. چند قبل به زیرزمین سروش مدیا به دیداربینی دوستانم رفتم، مهراب و فیروز. آنجا در یوتیوب ترانه های مهمان امروزه برنامه رو تماشا کردیم و آه گفتیم، واه گفتیم، احسن خواندیم. و این سراینده است. در تمام ژانرها خیلی زیبا ترانه می سراید. اگر گوش کنید کیف میکنید. و من توجه کردم به یک ترانهش که بر غزل زیبونیسا نوشته شده است که در یک جایش میگوید همچو یعقوب به دل داغ پسر تازه کنم. متوجه شدید؟ همچو یعقوب به دل داغ پسر تازه کنم گفت با صدای مخملین و زیبایش. و از دوستانم کسی گفت که این را برای پسرش خواند. من گفتم یعنی چی؟ گفتند که زندگیش در صدد جداشوی است یا اینکه جدا شد از خانمش و از سوز جگر این غزل را انتخاب کرده است. یعنی اینجا میگوید که از داغ پسر اون همه سوز به خاطر پسرش است که مدت است از او جداست. و امروز من برنامه رو با همین سوال شروع میکنم. اما قبلا سلام بر شما و سلام بر محمد. محمد جان سلام. سلام اکای آرزو، سلامت باشین. شما خوبید؟ تشکر که مراد. اکنون شما خوبید. این سوال منطق نداره دیگر بعد این چیزایی که من گفتم. بسیار خوش آمدید. حرف های بچه هایی که در زیرزمین سروش مدیا زده شد راست است؟ سلامت باشی اکا. بله از هم جدا شدید؟ اکنون زندگی همه خیلی روزها بود. ما راستی صنعتکارا احساسیم. همه احساسی که چی میگم؟ همه احساسی که در صنعتکار هسته مردم عادی نداره. بعضی چیزا همه خیلی میشود که یکی غمگین میشه یا یکی چی میشه همه را با سرود موسیقی میبراری. همه خیلی بود حالت ها، همه خیلی روزها بود. محمد چند ساله خودتان؟ من 27 ساله. چند سال در ازدواج زندگی کردید؟ طول 6 ماه. فقط 6 ماه؟ بله. حاصل این 6 ماهی زندگی یک پسر است؟ بله. اسمش؟ احمد. احمد. بله. ردیف نام. احمد پسر محمد. بله. چرا از هم جدا شدید؟ خیر بعضی نفهمی ها از طرف ما از طرف همگی 6 ماه چرا تحمل نکردید؟ 6 ماه، 1 سال تا 2 سال 3 سال زندگی این فقط امتحان است. خیر میشد که تحمل بکنید. اکنون میشد. خیر همه خیلی گمکه آرزو. دختر هم از اهل هنر بود؟ نه. خیر همه خیلی راستی. یا این جدا شوی شما موقتی است و به هم میآید باز؟ نه من راستی باز اویلادار شدم. شکر خدا. دوم بار. بله دوم بار. 6 ماه زندگانی کردید و از هم جدا شدید. بله بعد 6 ماه 1 سال زیادتر ما گذشت. بعد همه خیلی خانگی ها و دیگر باز دوم بار ازدواج کردید؟ بله. من خودم یک فرزنده اویله یک خواهر دارم و 2 کس. راستی بعد چند سالی از هم جدا شدن تکرارا ازدواج کردید؟ بعد 1 سال هم خیلی 1 سال زیادتر. بعد 1 سال زیادتر. راستی شکر خدا. پسر با مادرش ماند؟ بله. دیدار میبینید؟ ها میبینیم. خیلی چیزا هست میبینیم. کمک میکنید؟ بله چی بانه فرزندی ما خونی ما های ما خیلی فرزند رو میگردونیم. هست این چیزا
با طبق قانونی با غرض از قانونی هم با رفتار کنم. با زن دومتون چه حال و هوا دارید؟ شکر خدا نقص. فرزند تولد نشد؟ حالا پروسس رفته است. منتظرید؟ بله. نصیب خدا خواهد. محمد فکر کنم که همه مخلصانتون حالا کنجکاو شدند و میخواند که همان ترانه رو بشنوند، ترانه‌ای که گفته شده است همچو یعقوب به دل داغ پسر تازه کنم. تو سرحد گریه کردن تاثیرناک است. در بلاروس هم ما زنده با ارکستر خوندیم، خودم نواخته خوندگی همونجا دا ما هم قبول کردن که نمیدونن سخن چیه، نمیدونن زبان رو نمیفهمن. بله، لیکن رسوندن با مردم انرژی ترانه طوری کشید که ولی این غزل رو مخصوص به خاطر پسرتون که از او جدایید انتخاب کردید. اگه میدونید چه که وقتی آدم میزاد زیق شوه بعد سخن تیز میفهمی. زیق شدی وقتی خرسندی موسیقی گوش میکنی. مثلا وقتی زیق باشی یا متن گوش میکنی متن میرسه متن میرسه و با خودت باید نزدیک این خیلی با من گفتند که برای پسرش انتخاب کرده است این غزل رو. هیچ زورم بود. اینم یکی از واریانت ها. خبرکش نیستم اما پرویز با من گفت. دوستتون بودن روزایی که درباره ما بودن اکای پرویز، اکای فیروز، برادرم مرا دلتی میکردن راستی. حقیقی داره. میخواهم که این ترانه رو حالا بخونید برای باشد تماشابین های ما. بله. آتش کو کی بدی سوزی دیگر تازه کنم این کوهن داغی جنون را با جگر تازه کنم من کی سودا زده ای عشق جنونم چی عجب بر سری داغ اگر داغی دیگر تازه کنم سوز جگر سوز جگر سوز جگر سوز جگر هر شب ناله و گلزار چو مرغان چمن مژده ای آمدنی بادی صبا تازه کنم بایسی گریه شامو سحری نیست مرا همچو یعقوب با دل داغی پسر تازه کنم سوز جگر سوز جگر مشکل است. تشکر برای ترانه زیبا. سلامت مشکر. اون پسر کلان می شود و این ترانه رو حتما گوش میکند چون به بلاغت که رسید معنای این ترانه رو میفهمد. هر اون چیزی که هست زندگی جا به جا میگذارد یک روزی. بله. وقتی که
به دیداربینی پسر می روید هیچ مانعی نیست؟ نه ما درسته همه که در یک محله چیزی هست نیست خیلی کارشیدگی مثال شید خیلی چی نداره یکون کینه و نه ما خودم دلهوره خیلی بچه به کینه کلان شیدگی همین چیزی میشه همین 10 منوت پس فراموش میشه همیش خوبتر خیال میکنم محمد با من گفتند که شما با مادر به وی رسیدید؟ بله با خواهرتان یک جا با مادر؟ ها پدر چرا نبود کنار شما؟ پدرمون هستن شکر خدا در قید اما از هم جدایید؟ همین خیلی بین خودشون هم خیلی نفهمایی شدم خیلی لیکن ما شکر خدا میرویم میایم پدرمون هم میبینیم. پدر در کجاست الان؟ پدر ما حاضر در تاجیکستان در شهر کلاب. آها. خبرگیری میروید؟ ها ما تعلقه مثال هر روز میپرسیم خیلی چیز نیست مادر مخچون گفتگیان پدرتونه مرحمت رویم بیاین چی نداره خیلی مادر میره میگیم شبی مهتاب و مهتابم نیامد رنج کشید مادر یا اینکه با شوق و شهامت به وی رسیدید کمی نداشته در زندگی چطور بود؟ عذابا که روزو خیلی روزای قیم بود خیلی روزای قیم بود که قطعی چمون مثال دیدیم خیلی شکر خدا همه چی دیدید؟ چی دشواری ها رو پشت سر کردید؟ چی در خاطر شما ماند از آن روزای دشوار؟ همین یک چیزش قیم دیده که روزا وقتی میبینی بچه را قطعی تاش رفته استایکو اینم قپس ای جانی من میبینید یا همین تاش قطعی اگون چی کنم خیلی همین زیغ میشه همین حیات خودش فهموندن میگرفته خوبه ای بعد سفیده سیاه و بعد همین خیلی فرق کرده های اکو راستی چه میگن همین گفتید که خبرگیری میروید پدر را خبرگیری که میرفتید برابر پدر قدم نمیزدید که دلتان تر شود؟ چه خیلی نفهمیدم حضور گفتید که میبینید یک نورسی را که با پدرش میرود و شما این چیز را ندارید زجر میکشید عذاب میکشید اما وقتی که به خبرگیری پدر میرفتید پا به پای پدر قدم نمیزدید که همون خمار بشکند؟ چی بانه ما را پدرم صنعتکاره یک ارزو ما خودم در اویله صنعتکار تولد شدم تربیه یافتم شکر خدا نونی صنعت خورده ایستم رفت و آمد که داشتید با پدر پس چرا علامتان میکرد از دیدن نورسی که همسال شما بود و پا به پای پدر میرفت؟ اگه چخیل بگم اگه ارزو علم همه آدم در ما خیال میکنم همه روزه نبود ممکن برای بعضی روزایی بود که همین حسیات های وزمین داره گفتید مادر روزهای دشوار رو پشت سر کرد چی روزها بودند؟ دشواری یعنی چی؟ همین وقتی زن طاقم مثال مونه به یک پناهچی و به یک چی بعد خیلی عذاب میکشه آخه مثال خودم فکر کنه کمتر قینیا میشه مثال دو کودک بودیم و مایده تر اما شکر خدا بودم خیلی خاله هم و دیگر همه خیلی روزای قین بود زیغ میشه برای ما زیغ میشید چرا برای شما؟ چی نداشتید که زیغ میشد؟ از چی کم بودید که زیغ میشد؟ سوالوی چقدر داده است خیلی کم بودیش همه که همه بیوتا کلام شدن قینه آخه میدیدک مثال به پدر کلام نشالی چی میشه و همه کار خیلی مادر یکسه میخرونه یکسه ایشه شو پدر نخونه باشه همه ای میگه تمام خیلی در بازار کار کردیم که ارزو قینیا را دیدیم سلامتی همون گرفته چند بار بلیچه ایش ایروی همه چیزا در بازار محمد؟ باور که از پاکت فروشی چای فروشی سر کرده در کدام بازار؟ در کلاب در بازار کلاب ما را اوچم تورت پزه که چیزای قنودی در خانه میپخت
خیلی من مایده بودم با همون پول شما رو کلان کرد؟ بله ما مثل وای پاندوسوی کلان دارم خیلی ما فخر میکنم با خدا که من حیات همین چیزا رو فهمونده که زمستون دیگه نگفته بازار میرفتیم سر می آمدم اوچه اینه هیچ فایده خودم جمع میکرد ای خودمون با خودمون هم خیلی شکری خدا چند سال داشتید؟ همین 6 سالگیم سرکردگی دم درونی بازار کلان شیدم راستی همین خیلی انا دم درونی بازار قطعی جورا و بچه هایی که هستن همسایه و که قطعیم بودن و یا کار میکردن رفتیم همین خیلی حیات آموزوندن گرفت دیگه هم خیلی کلان شدیم شکرینن منالای نونمون هم رسیدیم خانون دو چمون مورا مکتب میونره خانون کالج خانون دانشگاه مثال کلان خانون بود جونی من خانوندن و کلان کردن کودک وظیفه است برای پدر و مادر وظیفه یعنی شب یک جفت عشق ورزیدند عشق و حال کردند کیف کردند و حاصل آن شب پر از شور و شباب فرزندی هست که به دنیا می آید وقتی که به دنیا آوردی فرزند را وظیفه داری که او را کلان بکنی اما چرا شما این مسئولیت رو همچون یک نمیدونم چیزی این مسئولیت برای وظیفه پدر و مادر است خیلی هست که مثلا قهرمانی نیست نگاه و بین کردن کودک تربیت کردن کودک این قهرمانی نیست این وظیفه است یک وظیفه عادیه که هر پدر و مادر باید این وظیفه رو اجرا بکند اما گفتید که در بازار سلامتی رو از دست دادید چی طور یعنی خیلی خونکی ها دو خیلی کسل میشیدیم چی کسل شدید؟ خیلی گریب دیگر نمی هست کو یعنی این شما یک نوعی گفتید که سلامتی رو از دست دادید من فکر کردم که نمیدونم از میان و بالو پرمان دید از پا پرمان دید چی خیل شد با یک زکام شدن شما میگید که سلامتی رو از دست دادید بود حالتایی که یک همون گوشش از سفته کردم بگم که دیگه چقدر نمیریم اینجاشه باشه همه خیلی بود که خیلی کارهای وزمین میکردم چی کار؟ خیلی چی میگم بارکشی بارکشی میکردیم خب چوی کارتوش کردیم دیگر پیدا بودیم میفروردیم همون کمتر زورمون اومد اپراسیون خوردیم بعضی همه خیلی چیزها شد چی جراحی کردید؟ خیلی گفتستم که اوسن نمیریم و همه خیلی یک دو جراحی های شید که همه خیلی وزنین شید مادم خیلی حالت های شید شکر خدا ساز شدیم غیر از کاری بازار و این همه مشقت و مهنت ترانه‌خوانی میکردید گاهی؟ بله ما میگم که اکای ارزو مرا پدر و مادرم هر دوش صنعتکارن لیکن پدر ما خودشون معمار اسکولپتور خودروشنیک مادرم همچنان هیکل‌تراش است بله پدرمون مادرم رسام اما از بس که بابام خودشون صنعتکارن در صنعت موسیقی ما در خونه اسباب‌های خلقی تولک دمره ایش فورتپیانو خونه داشتم مثال ما در برابر که این کارا را میکردم اکای ارزو ما مکتب خوان بودم مکتب میونه هم میخوندم با ای میبرومدم میرفتم مکتب موسیقی بچگانه میرفتم و توی مرکو میگشتم قطعی حافظای کلاب یگان چی من خیال میکنم سری رای آدم نمیگیره اکای ارزو ما این خیال کردم ایش نکردم نه خواهیش باشه همش میشه امشب که لبت با لبی من لب به لب افتاد امشب که لبت با لبی من لب به لب افتاد در چند سالگی از کلاب دوشنبه اومدید؟ ما راسته میرفتم می اومدم وقتی کانیکول میشیدم صنف 6-7 بودم کانیکول میشیدم تحتیل تابستانه 3 ماه را همینجا دوشنبه دم میگذروندم خانه خالم می اومدم اینجا بودن خانه تقوام هستن می اومدم یا که باید می اومدن مرا میدیدن ایرامو میبریم خطیبون تقوام میگرفت میبردکم بزرگ دم میرفتم کار بکردم میدیدم که همه خیلی چیزای بعد بچه های خالم و بچه های تقوام همه خیلی جا داشتم میرفتم قشون یک با کار میکردم و جورام بودن همه خیلی مقصد همه خونگی ها قطعی اومده اینجا در زندگی ای
وقتی من کنسرواتوری ملی داخل شدم به خوابگاه بودم. در کدام بخش کنسرواتوری تحصیل کردید؟ کنسرواتوری ملی نوازندگی استرادی. کدام ساز؟ در اسباب‌های ضربی بخش استرادی تمام کردم. وقتی اومدم اینجا داخل شدم بعد خوابگاه بودم. در خوابگاه بودم خیلی کمتر وزمینی قیندی خواهر مامنی همه خیلی اینجا داخل شدن. خیلی مدر مونده کلوب کار میکردن. همه خیلی یک دکان داشتیم در همونجا دکان قنادی شدگی بوده. همونجا در کار میکردن. خچان بخیر بودن خطی خشتوارو. حالا چی شد با دکان؟ دکان رو بستید؟ دکان خیلی کارش نشد بستیم دیگه. وای با در دوشنبه نکردید کار قنادی را؟ اگه مادرمون راستی ولی خیلی نیتو هست. نیتو هست نصیب. گفتم بیو همه کسا بیاین همینجا یک مثال کوارتیر میگیریم میشتیم. بعد همه خیلی سرجم کرده آوردم. من مثال در جو مکانی خودم کلوب ده برکه ها میگشتم. مثال تمرین موسیقی ارنجروفکا خونه در استودیا داشتم. این کارو را میکردم. خیلی یک چیز زندگی میرفت شکر. بعد خیلی در اینجا وقتی دانشجو شدم رفتن اومدن قینتر شد. بعد گرفتم همشه آوردم همینجا ده خیلی زندگی رفت. بعد همینجا ما بود کردم دانشگاه در همون کنسرواتوری ملی درس میتیم حضور من معلم. در کلوب خوب پول کار میکردید یا در اینجا؟ اکه همین آدمی کارگرد اکه فرق نداره که در همون طور کوه باشه میوارست کنه میتونم فرق نداره تو در دوشنبه در اروپا در اینجا تکی جای باشه. یک ترانه بخونیم؟ میشه. چی بخونیم؟ ترانه از احمد ظاهر. بله احمد ظاهر. به حد احمد ظاهر را نغز میبینم. من هم. احمد ظاهر یک حافظی است که باور کنین. من پیشنهاد میکنم یک ترانه‌اش رو. بر غزل حافظ است. بله. ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی دل به تو به جان آمد وقت است که بازایی دیشب گله زلفت با باد. خلاص این غزل خیلی طولانی و پرمضمون و زیبا است. پیشکش میکنیم این غزل را در شکل یک ترانه زیبا که احمد ظاهری زنده یاد سروده بود اما حالا با صدای محمد جان. دایم گلی این بوستان شاداب نمیماند. دایم گلی این بوستان شاداب نمیماند. دریاب و ضعیفان را در وقت توانایی در وقت توانایی. ای پادشاهی خوبان داد از غم تنهایی دل به تو به جان آمد وقت است که تو بازایی. ای درد تو هم درمان در بیستری ناکامی. ای درد تو هم درمان در بیستری ناکامی. ور یاد تو هم مونیست در گوشه تنهایی در گوشه تنهایی. ای پادشاهی خوبان داد از غم تنهایی دل به
دل به تو بجان آمد وقت است که تو باز آیی. اهمیت دادن صدای شما هم در قبط پایانی آوازخوانی جور است، مطابق است، هم در قبط میانه و در قبط‌های بالا. با خورتر بودم میخوندم آواز من خیلی باریک بود که فهم میگفتم صغیرچه آواز زور داره. خیلی گپا میگفتن یک گیتار داشتم باور کنم کم میخوندم با همون گیتار که همون خیلی بعد موتاچه آواز میشه. ما مایده بودم که ارزو توی بسیار میرفتیم در توی من نمی نواختم اسباب نفسی. بعد همون وقتا تنظیم این چیزا نبود، همه که سرش میکردی هفته دیگه بودش میکردی. بعد همین جدا یا خیلی وقت حافظ میگفت بیا بخون خواهی. بعد همین خیلی چیزا گویم خیلی بسیار میخوندم دا همون خیلی توی در خودم مینواختم میخوندم. آواز دارید؟ همون متاچه آواز دا ها اهمیت یک کس نبود که بچه احتیاط که آواز نداره. همون خیلی میخوندم یا که همین چون خیلی شد که یه محمد دیگه گپ نزدم دیگه نمیموندم گپ نزدم. خیلی بعد شیری گرم خیلی یک دم نگاه میکنم آواز رنگ مردک 35 ساله شده خودم 11 ساله هم یه بچه های خیلی شده یک خیلی پویم فرامده راستی همین دیگه هم خیلی موند دیگه هم خیلی موند. بعد حرکت کردم که دیگه داد نزنم داد میزدم دیگه نمیشید خیلی مایده بودم میفتم چی با آوازی ما پیش دور بود داشت رنگ مردک 60 ساله بوده آوازم. بعد همین پیش یک دو استاد رفتیم گفت اوچه هم قطعی رفتیم بعد گفت چو کده همین بچه هم خیلی گفت شما این آواز شد درانده میرد کی خیلی کده گفت همین توی مرکم بیروانه همین قطعی همین جوروش همین خیلی میخونه. خیلی گفت احتیاط کنین که بایی بدتر نشوه. خیلی راستی احتیاط کرده خیلی با همین روزا من هم خیلی جور میزدم در وقت شعرخوانی آوازی من هم در 11-12 سالگی دریده بود. رنگ خودم شیده که خیر آواز است مهم که دیگر چیزها ندارند در زندگی. عصر 20 محمد پیش روی این خیلی کنید اینجا شما زخم دارد نقش زخم است مثل من. باور کنم قخولیگم بودم اکای ارزو. از کجا است؟ از کجاست آن زخم؟ این زخم یک قصه های زوری داره که چی قصه؟ ما همه روزی مایده بودم و چم رفتگی هم خیلی در خونه جنگ قوچه را نمیبینی چه خیلی زیگ میشی. بعد باری گذر مونده یک دم خیلی پول یک کلونی فوتبال هسته همونجا هم خیلی فوتبال کردیسم یکی همون خیلی دیدم که اوچه هم اومده است یکی دوشنبه ده بودن در که جای بودن که هم یک هفته بوری اوچه را نبینی تلخت میکفن همون خیلی فوتبال بازی داره یکی دیدم همون خیلی که اوچه هم دیگه فوتبال فراموش کنم همین دویدم همون خیلی که همین سحر قطعی خیلی شب نم میشه و روی لفته همین داده باشه میلش بانه خیلی لوی جوی بار رفتستم یکی همین میلش بانه همین علاف میلش بانه همین خیلی میزنن همین خیلی یک باور کنه دیگه تلخه و چند میکفه خیلی همین ششمه را بگی بچه ها چیکو کرده همین خیلی دیسه شیدگی خیلی شرمه بسیار ایروسی هم خیلی حرکت هم بسیار بود مثال یک جا فوتبال در یک جا آرام شیشته نمیتونست بله اگه سپورت سخت عوض داشتم میرفتم یکی همین در فوتبال میغلطم دستم معیب میشید یا که زل گوشتینگ رفتگیم یک بار در حیاتم چه خیلی زدم به نیم شکست دیگه با هم گفتم گوشتینگ تمام با بوکس میرم گفتم با رفتم بوجه زدم به نیم شکست با همین تمام خیلی همه سپورت‌ها رو خیلی رفتگیم همین حساب ده کم کمک نه بوکس رو ادامه دادید نه گوشتین رو در این برابر از موسیقی دور نرفتید. بله موسیقی نمیشود دور بروید. چند بار
باور میکنی اکای ارزو چند بار بس کردگیم. با چی خاطر؟ چرا خواستید که بس کنید؟ خیلی نمین کم ترقین میشه. بس کردن ما سبب داره. چی؟ خیلی بگم که نمیرسه که همین اویلاد خوراندن کم ترقین میشه. ای حسابی خواهی که یک چی کار کنی یک چی کنی نمیرسه خانه دا پوشوندن قیمتر ایش قیمتر میشه و همه خیلی روزای شیده که همه خیلی من بحث میکنم گفتم میرم. این خطای نابخشیدنی است. بله این خطای با خاطر که عیب کسب نیست وقتی که شما پول پیدا کردن نمیتونید، زمینه برای پیدا کردن پول نیست. فکر میکنید که حالا شما اگر پزشک باشید پولی زیاد در میارید؟ معاش پزشک چند سوم است میدونید؟ یا معلم باشید پولی زیاد در میارید، معاش معلم چند سوم است میدونید؟ شما اصلا میدونید که معاش ها چقدرند؟ حد اکثر و حد اقلش. عیب در کسب نیست. خیلی مسئله های دیگری هستند که ما رو مثلا دل سرد میکنند از این یا آن کاری دوست داشته اما هیچ وقت عیب در کسب نیست. درست میگه که همه خیلی حالتش بود که هم خیلی شیدم ده هم خیلی که بیا گفتم ما میره جمع گیر میکنیم یک جو موندن در کار یک اون کاری دیگره یک کمتر زندگی جون با خیلی وقتی کوارتیر ده یک روزو قینه من تو حاضی را ده ایجوره نشینم خیلی شکری خدا رفته است همه خیلی من مثال گیله ندارم هر چیزی که هسته مثال نصیب تقدیر خدا یالا میبینم با این همی برادرم اکا مادر خشته برم خیلی آدموگی نزدیکم ای بچه تو نه اوستا میشه تو این همی خیلی صنعتکاری تو دیگه اگه کار ای دستت نمیم مثل خیلی که در صنعت مطرح میبینیم مطرح در او دیگر چیزا نمیبینیم. دل خدا چی میخواهد؟ آخه اکو میشه اکو آدم کم تاری خیلی دلشکسته میشه بعضی حالتا دل خودم من خودم میدونم کیم مثال من خودم میدونم چی؟ دلت چی میخواد؟ دلت میخواد که در این جاده در جاده هنر بمانی یا نمانی؟ بله من در جاده هنر میخوای بمانی؟ هستم میمونم ابدیت همه خیلی این بعید خیلی خیلی بعید نمیشه خیال میکنم زندگی مثل که معنایش رو با این یک چیز مثال من با خیلی میگیرم که 100 بار بس که این خیلی میوی نه خیلی تنگ میکنی بخوی نخوی نمیاد تنگ نمی بس های اوزی نمی سرمه با چشمانت مزن سرمه چشمانت منم. گروه تشکیل کردید، نوازنده ها همه متحد شدید و یکم پیشروی هست چون که گروه رو نگاه داشتن این جمع رو نگاه داشتن که پراکنده نشوند خیلی دشوار است. سختی باید قینده یکی ارزو در اینمی شرایطی حاضیره. شما چطور بچه ها رو با هم نگاه میدارید؟ چطور آنها پراکنده نمیشوند؟ با این بیپولی شما، با این جارانشینی شما، با این گیروداری شما چی بچه ها رو نگاه میدارد؟ یا اینکه همشان مثل شما همین خیلی دیوانه هنرند؟ مهر و محبت انامین گفتگی شما اونه که فیدایی کاری خود صنعتن انامین چیزا میقپا بعد چهارم پنجم ششم هفتم بعد خیلی برای زندگی یک 4 تنگه ما وقتی اومدم های کلوب در اینجا میخوندم در کنسرواتوریا در اینجا استادا هستم استادان با اکاجانو هنده خیلی که مرد در زندگی شخصیم هم قیاردم های سخت کردن بیرون از زندگی شخصیم چیزا مرا یاردم کردن کی؟ جورابک عمرов دلیل قلندرов شهباز کریمов همه برادرام وقتی اومدم همینجا همه استادا همه اکورا ما دیدم می نواختم اکای نیست هم روشون برای شیخ بایا اکای باهوادین پسر استاد بهادر نعمتov روزهای شید ما یک جا بودیم همه خیلی دایم محیط
ما اومدم ایکولو یا بچه‌ای که 300 کیلومتر پیش خونه دور میوی میخوای یک چی شوی هست مثال چیزها اومدم هم خیلی دیدم انمی هم گفتم بعد دیدم که ما باید انمی جا در پیش انمی استادو در پیش انمی برادرای ما باید وای باشم در نزد امی ما تمام کردم ما خوندم تمام کردم دیپلم بابای 5 قطعی ختم کردم مرا یاردم کردن ما در همین درون حاضر کمانده ما در کنسرواتوریا 28-30 نفر نوازنده معروف بند معروف بند میوزیک معروف کی است؟ معروف بند معروف جورابک معروف بند بله جورابک معروف ما خواستیم همین تیم با نام وای کلانتری ما است در همونجا کمانده ما اول طول 1-2-3 سال بوری فقط گشتیم دوستی و برادری را نشان دادیم مهر پیدا شد که ارزوی автомати خودش میشوه خیلی автомати به مشق میشینی مینوازی اما میگویی که اون خیلی 3 ماه رپتیسیا کردگی خود به خود بله همه خیلی 1 سال 2 سال همه خیلی ما نون و نمک یا جو 6 تا خسته ای ما سیمیا جنگ میشیم که ارزوی نمین جانم جنگ میشیم کجا خودت باشی با خودت سوجا میشه خلاص یک 5 منت پس با ما 100% هیچی گپ نبود بخشیده میتونیم یک دیگریمون همه خیلی قبول کردگیم که همون گل گرفته قد خورش باید گیریده با همون تیمی که شما دارید نوازنده ها خیلی حرفه‌ای اند من شما رو در جشن عروسی ها دیدم حیران ماندم با سبک زرفشانی هم میخوانید با سبک دوشنبگی هم میخوانید خطلانی هم میخوانید بدخشانی هم میخوانید خلاصا من در جایم نشسته فقط واو فرض کردیم اگر توی بروید ارزش خدمات شما چقدر است؟ ما اگه با دلار اگر حرف بزنیم سومونی نمیشه سومون بگذار سومونی باشد باز با جوابگری نکشن دوی ما رو خیلی جوابیه چه دلار که دادو گرفت با اسعار ملی باید صورت بگیره در کشور ما راستی ما هم تیمی خودمون هم تشکیل کردیم بعد دلیر قلندرов یکی از نوازنده های چیردستی جمهوری است در اسباب بس گیتار قطعی می نوازد ما همه آمدگیم همون انسان دیده چه کنم همی مردک برای یک بشاگردی گیره برای یک چی یاد تیه چخیل میگن و همه بگاجش به حد به اندازه انسانی است که در حیات یا مردی جسور نه از زندگی میترسه به همه چی همه خیل قطعی خوردم کلون یا خیل است همه مرده که ما قطعی ما گرفتیم گفتیم اکا اینا نوازنده ما در تیم خودمون 8 نفره در این گروپا گفتیم اکا اینا میجا خودت یعنی که همه موسیقی و چیزا و دیگر در جوابگو خودت میشیم ما را قطعی ما کار میکنیم یک جا مایلش خیلی گفت گفت نیست خیلی همه خیلی ما را قبول کردن رنگی دودر همه رستوران همه چیزا ما سر کردیم راستی رفته در همونجا میخوندیم مایده خواستیم که توی مرکو را سر کنیم باور کنی اکای ارزو اینقدر آدم قطعی 8-10 نفر آدم قطعی قینده در توی مرکه گذروندن زنده حاضر ما میبینیم در توی مرکو مثال 4 کس بسیار 5 کس ابو همه در چیزی که ما میریم که همه زنده های ولی انسامبلی شما عالی درجه است من دیدم زنده باشه ما میخواهیم که همه چیزا مردمی ما حس کنن میخواهم که حالا یک سرود رقصی بخونید چون که از سرودهای رقصی شما خیلی من دیدم که آدمان به وجد آمدند و بر آمدند و رقص کردند یک سرود رقصی بخونید با چی خاطر میگویم اصلا با من میگویند که خیر با برنامه میآیند جوانهایی که نو سر کردند با چی شما چی کمک میکنید به آنها آخر من صلیب سرخ یا یگان تشکیلات جمعیتی بین المللی نیستم که با کسی کمک برسانم من فقط با برنامه دعوت میکنم اما کمک من این است
که من هنری بچه ها رو به شما نشان میدم. پیشنهاد کنم. بله، شما اگر مراسم عروسی دارید یا نمیدونم یگان جشن دارید، یگان روزی خاصی تقویمی دارید، میتوانید بچه ها رو دعوت بکنید. من اینستاگرامشان رو نوشته میکنم، ممکن است بنویسم اینستاگرام شما رو؟ بله، ما اینستاگرام نومی برای با کماندمون اینستاگرام همه چیزو هست. چی بانه؟ اگر اون گروه متشکل جورابک اینستاگرام داشته باشد هست، اونم هست. نوشته میکنم اینستاگرامشون رو، اگر خواهش داشته باشد، ولی فقط اول ترانه رو گوش کنید. یک ترانه خیلی زیباست، نگینه. روی مالی نگین. روی مالی نگین، عجیب است این ترانه. این ترانه رو گوش کنید و بعد خودتون خلاصه کنید که در جشن و مراسم های شما محمد باید بخواند یا نه. مرحمت. سلامت میشه. روی مالی نگین گیلا بیرنگی، روی مالی نگین گیلا بیرنگی، رخساری نگین اما قشنگی، سرم به هوای او گرنگی، در جای دلی نگین سنگی، چشمک میزنه جیگر می سوزانه، چشمک میزنه جیگر می سوزانه، یا قهرشی دی روشن می گردانه، یا قهرشی دی روشن می گردانه، روی مالی نگین گیلا بیرنگه، شمالکی پیشی خانشان سلطینه، شمالکی پیشی خانشان سلطینه، یارم نیسته دلکم غمگینه، یارم نیسته دلکم غمگینه، خبر ببرین بگم بیا یار مای، خبر ببرین بگم بیا یار مای، تا میآید جان از بدن میبرایه، تا میآید جان از بدن میبرایه، روی مالی نگین گیلا بیرنگه، چند سالی دراز من عاشق یار بودم، در آغوش یک نگاری خمخوار بودم، چند سالی دراز من عاشق یار بودم، در آغوش یک نگاری خمخوار بودم، هرگه که بیاد میارم روزاره، فرهاد شوم پاره کنم کوهاره، هرگه که بیاد میارم روزاره، فرهاد شوم پاره کنم کوهاره، روی مالی نگین گیلا بیرنگه، روی مالی نگین گیلا بیرنگه، رخساری نگین اما قشنگه، سرم به هوای او گرنگه، در جای دلی نگین سنگه، چشمک میزنه جیگر و می سوزانه، گیتار میزنه جیگرش می سوزانه، یا قهرشی دی روشن می گردانه، یا قهرشی دی روشن می گردانه، روی مالی نگین گیلا بیرنگه. عجیب. اطمینان دارم که ترانه رو پسند کردید. خیلی سپاس میگم به شما محمد. سلامی ما رو به جورابک، به همه بچه ها، به نوازنده ها، به همشون برسانید. سلامت باشه اکا جان. چی بانه؟ آباد باشه. سلامت باشید. خیر. وقت چی ترشید؟